یک اتفاقی که توی جهان خیلی شایعه اینه که ما در معرض یک هولوکاست تبلیغاتی قرار داریم. امروز 15مین سالگرد آغاز به کار تلویزیون فارسی BBC است. این یعنی اینکه رسانه‌ها به راحتی و با ظرافت ما رو کنترل میکنن. همه ما اینو میدونیم، ولی خیلی از مواقع ما حساس نیستیم روی اتفاقاتی که تزریق میشه توی ذهنمون. سلام، سرامی هستم و این یه ویدیوی رندانه دیگه است. ما هر روز وقتی که اخبار رو میبینیم میتونیم به راحتی نمونه هایی رو پیدا کنیم که اصحاب رسانه دارن سعی میکنن یک موضوعی رو بدون اینکه در مورد خود خبر صحبت بکنن نتیجهش رو به ما تزریق بکنن. یکی از بهترین نمونه ها شبکه خبرپراکنی انگلستان BBC که من به تفریح هر موقع که یکی از ویدیوهاشو توی یوتیوب میبینم زیرش کامنت میذارم سلام آیت الله BBC. و توی طول تاریخ ما تأثیرات منفی خیلی بزرگی روی سیاست‌های ایران داشته. به یک شکل عجیبی 40 و خورده ساله که BBC داره از حکومت جمهوری اسلامی دفاع میکنه و اگرچه به شدت بر این اصرار داره که ما یک بنگاه خبرپراکنی بی‌طرفیم، اما اگر یه خورده زیرکانه خبرهاش رو دقت بکنید و گوش بدید متوجه میشید که به هیچ وجه بی‌طرف نیست. به این خبرش یک نگاهی بکنید. اونجایی که هستی از مشاهداتت بیشتر به ما بگو در محل حادثه هستی. هنوز اسرائیل مسئولیتش رو به عهده نگرفتن. هنوز اسرائیل مسئولیتش رو به عهده نگرفتن. هنوز اسرائیل مسئولیتش رو به عهده نگرفته. من ماهیت خبر رو هیچ کاری ندارم، ولی دقت بکنید یک انفجار یک جا رخ داده و BBC داره میگه که اسرائیل هنوز نه تایید کرده که کارشه و نه تکذیب. یعنی اینکه علل حساب مخاطب باید این مسئله رو درک بکنه که این کار اسرائیله. حالا فقط منتظریم ببینیم که اسرائیل تاییدش میکنه یا اسرائیل چیزی در موردش نمیگه. یعنی از همون ابتدای اعلام خبر BBC داره این رو به ذهن ما تزریق میکنه که ذهنت رو جای دیگه ای نبر. این کشور این کار رو انجام داده. حتی قبل از اینکه نتیجه مشخص بشه یا چیزی در موردش اعلام بشه BBC نتیجه رو توی ذهن ما کاشته. و هر روز توی همه بنگاه‌های خبر پراکنی، توی همه روزنامه‌ها، توی همه نشریات وقتی که دقت می‌کنی جمله بندی‌ها به یک سمتیه که یک چیزی رو به ذهن ما تزریق کنه. اخبار ایران رو وقتی می‌خونی متوجه میشی که یک دشمنی اون پشت همیشه وجود داره که یک چیزهایی رو داره دستکاری می‌کنه. بیکار نشسته دستکاری کردن. اخبار سلطنت طلب ها رو که میخونی متوجه میشی که این رو دارن تزریق میکنن به ذهن ما که همه مردم ایران سلطنت طلبن. اما نشان میدهد جامعه به شدت در حال دو قطبی شدن است. دو قطبی 57 و غیر 57. به نظر میرسد مبارزان سیاسی باید چشم خود را به موج ملیگرایی توفنده‌ای که برخاسته بیشتر بگشایند تا حمایت مردم را از دست ندهند. به صورت کلی رسانه جاییه که خبر صاف و سالم رو نمیتونه ارائه بده. نه به خاطر اینکه شاید سیاستی پشتشه، خیلی وقتایی سیاستی هم پشتش نیست. اون کسی که داره خبر رو انتشار میده یک پیش قضاوتی نسبت به اون خبر داره که توی نوشتن اون خبر تأثیر میذاره. اگر یه خبرنگاری با سیاست‌های یه بنگاه خبرپراکنی مچ شده باشه، خبرها رو از زاویه دید سیاست‌های اون بنگاه خبرپراکنی تحلیل میکنه و همون چیزی که تحلیل شخصی خودش هست رو توی خبرها میاره. بنابراین ما هیچ وقت با یک خبر خالص بی‌طرفانه روبرو نیستیم و این روزها که وضعیت کشور ما یک جورایی خیلی خاصه، خیلی مهمه که حواسمون رو جمع بکنیم که این خبرهایی که داره تزریق میشه به ذهن ما از کجا میاد و با چه سیاستی و با چه روی کردی میاد. حرف رندانه درشتانه بود، خورده مگیر. از اینکه تا انتها با من بودی ازت سپاسگزارم. وقتت بخیر.